هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، ابو سلمه رضی الله تعالی میگوید روز نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم. آن شخص صلی الله علیه و سلم گفتند به سر کدام یکی از شما مصیبت آمد باید شما بگویید این لله و انا الیه راجعون. اللهم اجرنی بمصیبتی و اخلف الخیر منها. ما از خدا هستیم و به سوی خداوند بازگشت داریم. پروردگار در این مصیبتی که بالای ما آورده ما رو اجر بده و در عوض این نعمتی که از ما برده بهترش را برای ما نصیب گردان. ابو سلمه رضی الله تعالی به خانه آمده این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در زن خود ام سلمه روایت کردم. ام سلمه میگوید وقتی که این سخن را از شوهرم شنیدم یک چند مدت گذشت که ابو سلمه از دنیا گذشت. این لله و انا الیه راجعون. خدا رحمتش کند. این تعلیماتی که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شوهرم آورده بود این رو خواندم، لیکن بعد خواندن این کلمه در حیرت موندم، زیرا از شوهرم دیده دیگر مرد خوب نبود. من حیران شدم که بعد این مرا به کی میداده باشند. وقتی که 4 ماه و 10 روز گذشت پگاهی دروازه‌ام تق تق شد. در را گشودم که دیدم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در نزد در ایستاده است. دستهایم که ناشسته بودند دستهایم را شستم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به خانه بردم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند ام سلمه من برای خواستگاری تو آمدم. ام سلمه در حیرت ماند که از این دعا و وعده که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کرده بود خداوند برای او نائل گردانید. من راضی شدم و بعد کامل شدم که این دعا به خود تأثیر داشته است که از ابو سلمه دیده بهترین انسان در مدینه بغیر از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ندیده بودم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در نکاح خود مرا در آورد. عدالت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حتی در وقت بیماریش. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌خواستند ایام بیماریش را در خانه عایشه سپری نمایند. عایشه رضی الله تعالی گفته است رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که بیمار شدند میگفتند من فردا در کجا خواهم بود؟ من فردا در کجا خواهم بود؟ مقصد رسول خدا از این سخن این بود که کی نوبت من نشده باشد، یعنی نوبت عایشه رضی الله تعالی. پس زنان دیگر چون این را پی بردن اجازت دادند که پیغمبر در کدام خانه که خودش میخواهد همانجا بماند. پس تا روز وفاتش در خانه من بود. اگر نوبت را ادامه هم میدادیم نوبتی من بود. خدا جان پاک ایشان را در حال ستانید که سر آن حضرت صلی الله علیه و سلم در آغوش من بود. آب دهانش در آخرین لحظه حیاتش با آب دهان من آمیخته بود. عبدالرحمن ابن ابوبکر رضی الله تعالی برادر عایشه از در آمد و مسواک همراهش داشت و مسواک میزد. رسول الله صلی الله علیه و سلم با چشمان خنده جانب وی نگاه کرد. من این را پیخست کرده گفتم ای عبدالرحمن این مسواک چوب را به من بده. وی آن را به من داد. من مسواک چوب را به دهانم گذاشته به دندانهایم فشار دادم و آن را خاییده نرم ساخته برای مسواک کردن آماده کردم. به رسول الله صلی الله علیه و سلم دادم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم در حالی که در آغوش من بود با سینه‌ام تکیه کرده میخوابید آن را گرفت و دندانهایش را بار آخرین مسواک زد. بر روایت مسلم. دوستان من خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.